سلام. در بحبوحه جنگ اخیر دیکتاتوری آخوندی ماشین اعدامش رو به راه انداخت و زندانیان مجاهد رو در جنایتی وحشیانه به شهادت رسوند. اما چه کسانی برای این جنایت زمینه سازی کرده بودند؟ در یک طرف گله‌های بسیجیان ولایت که هر شب به خیابون میان و نعره‌های مرگ بر منافقشون به هواست. مرگ بر منافق! خب این حرف آدمکشای حاکمه که 4 دهم هست که این شعار جزو عادت دهنشونه و همیشه هم خواستار کشتن مجاهدین بودند. ولی کسانی دیگه هم هستند در اون سر دنیا با ظاهری متفاوت که همین خواست مرگ برای مجاهدین رو تا روز قبل از این اعدام ها توی تجمعاتشون تکرار میکردند. این تجمع شاهپرستاست مال روز یکشنبه توی واشنگتنه. از قضا فردا صبحش اعدام مجاهدین رو میبینیم. این یه نمونه از همنوایی و اتحاد عمل بالفعل شیخ و شاهه. 4 ساله که شاهپرستا توی همه تجمعاتشون این شعار رو میدن، به تجمعات مجاهدین حمله میکنن، توی خارج از کشور و توی فضای حقیقی و مجازی خواهان مرگ مجاهدین میشن و بعد هم این طرف دیکتاتوری آخوندی جنایت رو تکمیل میکنه. ممکنه ظاهرشون با هم فرق داشته باشه ولی هر دو ضد نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه هستند. الان اینا توی قدرت هستن و اعدام میکنن، اونا دیروز که توی قدرت بودن مجاهدین رو اعدام میکردند. ولی کسانی که اعدام میشن در هر دو رژیم جوانان تحصیل کرده آزادیخواه هستند. فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی که میگن معنی و فصل مشترکش همینه. ولی این همدستی شیخ و شاه خیلی هم عجیب نیست، چون همین نفراتی که الان دور و بریای بچه شاه هستن اغلب تا همین چند وقت پیش آدم دستگاه همین رژیم بودن. اما یک نکته هم خطاب به نیروهای سیاسی که خود را اپوزیسیون جمهوری اسلامی تعریف کردند. مثلا همین که الان میخواد به نیروهای اپوزیسیون درس بده یه موجودیه به اسم نجات بهرامی که در دولت روحانی یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش بوده. پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در حکمی نجات بهرامی را به عنوان معاون رسانه مرکز اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد. همین فرد به محض اینکه از کشور خارج میشه با 1 گام 2 گام میرسه تو بغل بچه شاه و بعد هم از شعار دادن علیه مجاهدین سپاسگزاری میکنه. سپاس از شما. فکر میکنم واضحه که معاون رسانه در مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش خلاص یه آدم اطلاعاتیه. عیناً همونطور که دیپلمات تروریست بمبگذار اسدالله اسدی هم به ظاهر دبیر سفارت رژیم در اتریش بود، اما در واقع از کارگزاران اصلی بخش 210 وزارت اطلاعات به ریاست رضا امیری مقدم که با نام مستعار سعید هاشمی همین سفیر فعلی رژیم در پاکستانه. کما اینکه غلام حسین محمدی نیا سفیر اخراجی رژیم در آلبانی هم معلوم شد که افسر وزارت اطلاعات بوده و از طرف وزارت اطلاعات در کنار ظریف در مذاکرات برجام مأمور به خدمت بوده. نمونه دیگرش هم که همه میدونن ایرج مصداقیه که نوچه لاجوردی بود و برای اون علیه مجاهدین توی اوین کتاب مینوشت و حالا نفر اصلی به اصطلاح عدالت انتقالی بچه شاه تحت مسئولیت شیرین عبادیه. روشنه که شیرین عبادی برای عدالت انتقالی بچه شاه و شکنجهگرهای امثال ثابتی ویترین بیرونیه و اصل کاری همون مزدور مصداقیه. یا این یکی که یکی دیگه از چهره‌های نمایش شاه پرستا بود تا همین چند سال پیش مجری شوهای تلویزیونی و جشنواره زجر رژیم در کنار مقامات حکومتی بوده. فرارسیدن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو هم تبریک عرض می‌کنیم. 3 تا وزیر اینجا هستن، کدومشون؟ آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر میرسین ان شاءالله؟ آقای دکتر ظریف میشه از شما خواهش کنم برنده بخش شما بخونید؟ سید محمود رضوی برای ماجرای
همین موجود با همون پوزیشن، با همون شنگولیتی که پیش ظریف داره، چند وقت بعدش تو بغل بچه شاهه. انگار که طرف فقط محل مأموریتش عوض شده. از این نمونه ها تو دم و دستگاه بچه شاه تا دلت بخواد پیدا میشه. آیا به جای اینکه با جمهوری اسلامی مبارزه کنیم داریم با رضا پهلوی مبارزه میکنیم؟ جواب: نه، ما داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، با خود جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم. کافیه که چشاتون رو ببندین و کاملا تصادفی رندوم یکی از اطرافیای رضا پهلوی رو انتخاب کنید. نتیجه تقریبا همش یکیه. همگیشون سابقه نزدیک به ساختار قدرت توی جمهوری اسلامی رو دارن. ایرج مصداقی، دستیار اسدالله لاجوردی قصاب اوین، امروز در کمیته عدالت انتقالی آقای پهلویه. خب وقتی اطرافیان و حلقه نزدیک بچه شاه اغلبشون صادراتی های دیکتاتوری آخوندی به سامانه بچه شاه باشن، طبیعیه که چنین شعبان بی‌مخایی رو هم بندازن به جون مخالفان حکومت آخوندی. خاک از سر تو هم shame on you. خب چرا اینا رو باز نمی کنید؟ چرا اینو باز نمی کنید؟ شما آدم فروشید. اوکی، اگه شجاع هستی اینو بکش پایین. جمهوری اسلامی چپولا، جمهوری خواها، خاک بر سرتون، جمهوری هم. این یه صحنه از حمله اوباش شاهپرست به شرکت کنندگان در کنگره آزادی ایران در لندنه. همونطور که دیدید جمهوری خواه بودن برای این چماقداره شاهپرست فحش محسوب میشه. در واقع هر کسی که نگه جاوید شاه از نظر اینها باید بمیره. هم خودتو هم آدمای دورت عادت کنن به جاوید شاه. بگو جاوید شاه. بگو جاوید شاه تا دهنت عادت بکنه. خب بگو جاوید شاه تا دهنت عادت بکنه. نگاه کن دهنت هم عادت نکنه عادتش میدیم به دهنت در ایران آزاد. خب بگو جاوید شاه. نگاه کن دنبال عادت دادن دهنه، نه اینکه با فکر چیزی بگه، چون خودش اینطوریه. مغز تعطیل، فقط دهن کوک شده بگه جاوید شاه. این دقیقاً ورژن خارج کشوری همون سرکوب داخل کشور حکومته. تو داخل کشور اینجوری میگه مرگ بر منافق، مرگ بر منافق. توی خارج از کشور هم همون خواسته رو اینا مطرح میکنن. مرگ بر سپاسه ملا شفیع مجاهد. مرگ بر سپاسه ملا شفیع مجاهد. حالا این موجودات شاهپرست که اینجوری میافتن به جون مخالفان حکومت آخوندی، ریموتشون دست کیه؟ یه نمونه رو ببینیم. حالا این کیه؟ این احتمالاً کسیه که دستش توی کار پول دادنه، چون خیلی به اصطلاحات هم مسلطه، تو کار بیت و ایناست و مظنه خیلی چیزا هم دستشه. چقدر؟ حالا چی؟ حالا بگی شاید ما خریده بودیم. شاید ما خریدیم. آره. بگین شاید ما بیشتر دادیم. ها؟ باور کنید. شما بگین چقدر، شاید ما بیشتر دادیم. اون وقت اومدین این بری. فرقی که نداره. ما بیت میکنیم، ما میزنیم، یعنی ما قشنگ میایم یه ذره بیشتر بهتون پول میدیم. شاید اومدین این بری، فرقی که نداره براتون. ایشون که فکر میکنه اعتقادات همه رو میشه با پول خرید و ظاهرا در این زمینه هم تجربه داره، همیرا بختیاری نام داره و از نزدیکان بچه شاهه. این جماعت کارشون اینه که نذارن هیچ صدای دیگه‌ای به جز جاوید شاه شنیده بشه و چیزی غیر از این از حد تحملشون خارجه. آقا ما سیپک بودیم رفتیم با چند نفر صحبت کرد. کل صحبت این بود که شما چرا میری با رسانه‌ها صحبت می‌کنی میگی ایشون رهبر ما نیست. من خب شما دارین میگی آقا ایشون رهبر ما، من میگم رهبر ما نیست. بعد میگم نه ما حق داریم بگیم، شما حق ندارید بگید. تنها آلترناتیوی که وجود داره شاهزاده است. حالا شما اینجوری فکر میکنید کس دیگه ای نباید طور دیگه ای فکر بکنه. الان که حق نداری صحبت بکنی، بعدن هم توی سلطنت خیالی بچه شاه سر و کارت با ساواک جدید سامانه است. همونایی که الان که توی قدرت نیستن شعار مرگت رو دادن، دیگه اون موقع هم این حکم رو اجرا میکنند. پس الان شما فقط یه هد میخوای
که بری رعایتش بشی و تمام. یه خونه کوچولو، یه خانواده اگه یه نفر بالاش نباشه اون خونه رو بند نمیشه. بچه نداری، متوجهم. بچه جوونی خیلی خانم نه من هم متوجه هستم شما دنبال دموکراسی هستی. آره ولی اون دولتی که شما دنبالش در دنیا وجود نداره. اون دولت خیالی. دولت آمریکا مثلا الان دموکراسی نیست. یه نفر هدشه. ببین رئیس جمهور بعد از 4 سال بعده. خانم آقا چی الان میگن؟ آقای پهلوی میگه آقا مردم هرچی خواستن انتخاب کنن دیگه، ولی اینا ساپورتراش هستن. هیچ موقع نمیاد بگه که آقا این مسخره بازی ها چیه. کدوم مسخره بازی؟ کینگ دوست دارن ایشون کینگ باشه. حالا یکی مثلا شاه نخواست اینا باید چیکار کنه؟ باید ساکت شه بشه. بعدم بگو نمیخوام. بابا چطور الان میتونی بگی کینگ؟ من الان نمیتونم بگم نه این کینگ ما نیست. بذارم بعد از این که کینگ اومد سر قدرت بگم نه شما کینگ ما نیست. پس الان که هیچ کس نباید چیزی بگه تا کینگ به قدرت برسه. بعد هم که کینگ اومد، نه از این کینگ های گوگولی مگولی، بلکه کینگ از نوع کینگ کنگش، یعنی یه ورژن فعال مایشا و نه چیزی کمتر از اون. لازمه که من بعداً عضو ساواک بشم، چون همیشه در میان خوشی‌ها اون خطرها رو نگاه میکنم. نرن بعداً توی مجلس مؤسسان قدرت شاهنشاهمون رو کم کنن، شاهنشاهمون رو نمایشی کنن، یک شاهنشاهی منفعل و نمایشی، یک پادشاه تو قصر طلایی برامون بسازن و خودشون برن این حزب و اون حزب شروع کنن قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن. حواستون به این باشه، این خطر رو داریم. خطر از این بزرگتر داریم مگه؟ قدرت پادشاه رو یک وقت کم نکنن تا، یعنی الان فرض گرفته که رژیم سرنگون شده، کینگ اومده سر کار، دارن قانون اساسی رو هم می‌نویسن، داره برای اونجا احساس نگرانی میکنه که یه ذره از قدرت بچه شاه کم نشه. دوراندیشی تا کجا؟ حالا این قدرت پادشاه که میگه یعنی چقدر؟ حدش کجاست؟ دقت کنید، پادشاه اگر نمایشی بشه کشورمون میشه میدان جنگ بین احزاب. پادشاه ما طبق قانون دوران شاهنشاه آریامهدی حقوق بسیار بالایی داشتند. به عنوان مثال میتونستند هر لحظه قانون بذارند. این حق رو باید پادشاهمون داشته باشه. فرمان ایشون قانونه. ایشون حق دارن هر لحظه که صلاح دیدن مجلس رو منحل کنن. پادشاه ما این حق رو داشتند. الان زمزمه هایی هست که پادشاهی رو بکنیم پارلمانی به سبک اروپایی و بعد جنگ احزاب. اینا رو نمیخوایم ما. حواستون باشه، ما پادشاهی به سبک شاهنشاه آریامهری خودمون رو میخوایم. آخه اون شاه ملعون همین کارها رو کرد که ملت علیهش انقلاب کردن و فرستادنش به زبالدان تاریخ. خب تو اگر دیکتاتور میخوای، همین الان که هست، کینگ مجتبی خامنه‌ای دوم. پس میبینید که دیدگاهشون برای آینده هم دوباره یه چیزی مشابه همین ولایت فقیه فعلی. خب دیدگاه که مشابه، شعارها مشابه، رفتارم مشابه، نتیجه همه فعالیت هاشون هم خدمت رسانی به حکومت آخوندیه. چه شکلی؟ بعد از اعدام مجاهدین که با شجاعتشون دنیایی رو تکون دادند، این جماعت شاهپرست توی لندن تجمع میذارن، اول شهدای مجاهدین رو با هویت زدایی مصادره میکنن و بعد هم خواهان مرگ بقیه مجاهدین میشن. فرزند ایران و جانفدای میهن که امروز اعدام شده، وحید بنیاملیان، فرزند ایران و جانفدای میهن ابوالحسن منتظر. فقط حرف من با اون عزیزانیه که میگفتن نوفور نه به جنگ نشه اینجوری بچه همون رو اعدام بکنن. نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. این شعار رو با اون فاسدای رجبی و اون تجزیه طلبایی که میان تو خیابون میگن نه به جنگ، اینو باید بلندتر. مرد بر سفاسه، هر وقت که فکر میکنی این شاه پرستا در منتهای رذالت و وقاحت به حد رسیدن، باز اینا یه برگی رو میکنن که سورپرایزت میکنن. چون تو با خود فکر میکنی چجوریه؟ اینا توی کمد بودن؟ یعنی نمیدونن که این شهدا مجاهد بودن؟ اینا که توی لندنن، اینترنتشون قطع نیست که. بعد میبینی نه، توی کانال های تلگرامی شاه پرستا با فتوشاپ
عکس مجاهد شهید وحید بنی عامریان رو تغییر دادند، توی دستش جاوید شاه گذاشتن. بعد شاه پرستی که سرش فقط توی این کاناله میاد توی لندن این شاهکار رو خلق میکنه. وقتی میگیم خروجی همه فعالیت‌های اینها خدمت رسانی به دیکتاتوری آخوندیه، یعنی همین، یعنی اینکه شاه پرستان با صنعت فیک و جعل و بزرگنمایی پوشالی و حملات سیستماتیک صدای آزادیخواهان واقعی ایران رو سرکوب میکنند. یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که این مبارزه سیاسی ما خورده وجود آدم‌هاییه که در واقع وجود ندارن. خب نماینده، یعنی یکی از نماینده اصلی این پوشالی ها خود رضا پهلوی دیگه. ببینید چقدر بزرگه، چقدر دم و دستگاه داره، 2-3 تا رسانه داره، تلویزیون داره، صندوق میذاره، پول جمع میکنه برای اعتصابات، انگار خیلی کارها داره انجام میده، ولی در واقع هیچ کاری انجام نمیده. هست اما نیست. یعنی یه صندوقی هست که از سال 401 پول واسه اعتصابات انگار جمع کرده اما نیست. یه عده‌ای هستن که 150,000 نفر ریزش کردن اما در واقع نیستن. و اصلا رسالت آقای پهلوی هم همینه که تا میشه باد کنه، فضا رو اشغال کنه و سر به زنگاه نباشه. و چون فضا رو اشغال کرده خب چیزی هم سبز نشده دیگه، یعنی جوانه نزده هیچ حرکت واقعی. با پلیس کانتر تروریسم بریتانیا صحبت میکردم ازم پرسید که به نظرت برای کنگره چه چیزی میتونه مشکلی ایجاد بکنه و من یکی از اولین چیزهایی که به ذهنم رسید این بود که گروه‌های سلطنت طلب بیان و تظاهرات بکنن، که براش جالب بود که چرا این اتفاق. واقعیت اینه که ما مدت هاست که میدونیم این گروه علاقه‌ای به گفتگو داره و نه میخواد که بگذاره گفتگویی در مورد ایران شکل بگیره. هدفش ایجاد در حقیقت شکاف هست بین گروه‌های مختلف ایرانی و اینکه نگذاره که ایرانی‌ها بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک بسازن. در چنین شرایطی برای منی که به هر حال یکی از شرکت کنندگان این کنگره بودم، خط کشی با این گروه و گروه‌های سلطنت طلبی که کارشون به این رویه هست خیلی کار پایه‌ای برای اینکه بتونه همکاری‌های بعدی شکل بگیره. من فکر می‌کنم یک جای این خجالت رو باید حداقل در این مرحله از کنگره کنار گذاشته بشه و این خط کشی خیلی مشخص انجام بشه. به خاطر همینه که مقاومت ایران دائما تاکید میکنه شعار محوری این دوران نه شاه نه شیخه، تا یک بار برای همیشه حکومت اعدام و سرکوب و چماقدار و شکنجه رو کنار بذاریم و به یک جمهوری دموکراتیک برسیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.